خب شب یلدام که نزدیکه، میخوام لباس یک دست قرمز یا سبز بپوشم. چطوره به نظر؟ تو رو قرآن نمیخوره شکل هندونه منو درست کنی ها؟ درسته که رنگ یلدا قرمز و سبز، اما اصلا به این معنی نیست که ما میخوایم سر تا پا این رنگا رو بپوشیم. میتونیم از این سری رنگ‌های دیگه استفاده کنیم، ولی برای جزئیات بریم سراغ همون رنگ قرمز و سبز. پس چیکار کنم؟ پیشنهاد بهتری داری؟ بله. پیشنهاد دیگه دارم. چند ماه که والده خوبه. یک کراکوت داشتی سوزن دوزی بود. نماد ایران و ایرانیه. برو اونو بپوش. خب. یه دونه کفش قرمز میتونی بپوشی. داره خوشم میاد. لباست به اندازه کافی شروع هست. به کوچولو بازم رنگ قرمز میتونی برداری. خدا یه چیزایی بلدی ها. چی بهش نمیگن پررو شده ها. یه پالتوی مشکی بلند داشتی. برو اونو بیار بنداز روی شونه ها. اگه قرار داشته باشیم جواب نکته کوچولو که خودم بلدم بگم. آره حتما میتونیم برای انگشتر یا گوشوارم یه سری المانی که سبز یا قرمز داشته باشن استفاده